سلام دوستان، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از مجموعه پادکست هامون. محتوای اپیزود امروز قراره یکم متفاوت باشه با اپیزودهای قبلی، چون برای اولین بار ما تو این اپیزود میخوایم در مورد سخنرانی های تد صحبت بکنیم یا تد تاکس. اما تد چیه؟ یه سازمان جهانیه که هدفش به اشتراک گذاشتن ایده های فوق‌العاده و الهام بخشه. در همه زمینه‌ها هم این ایده ها و این ذهنیت ها میتونه به اشتراک گذاشته بشه، از علم و فناوری گرفته تا هنر، جامعه و حتی مسائل اجتماعی. مهمترین ویژگی تد تاک اینه که همه چی رو به ایده ها مرتبط میکنه. اونها از سخنران‌هایی دعوت میکنن که نه تنها متخصص هستن، بلکه داستان‌هایی دارن که میتونن حتی دنیا رو تغییر بدن. لحظه‌ای که یه سخنران روی صحنه میاد، شما وارد دنیایی میشید که توش میتونید با ایده ها و تجربیات جدید مواجه بشید. این سخنرانی ها نه فقط آگاهی میارن، بلکه گاهی میتونن زندگی هاتون رو تغییر بدن، همونطور که زندگی من رو تغییر دادن. اولین باری که من با سخنرانی های تد آشنا شدم برمیگرده به شاید 12-13 سال پیش که از یکی از ویدیوهای تد برای تدریس توی کلاس هام استفاده کردم و انقدر بازخوردش هم برای من و هم برای دانشجوام خوب بود که علاقه‌مند شدم به گلچین مجموعی از این ویدیوها که میتونه در واقع کریتیکال تینکینگ رو فعال بکنه و باعث بشه که شما در مورد موضوعات خیلی خیلی جدی وارد بحث و صحبت بشید. و بعد از هر کدوم از این ویدیوها من خودم کلی چیز یاد گرفتم و دارم میگیرم. الان هم تو این روز که در واقع تو سال 2025 هستیم، من هنوز از ویدیوهای تد توی کلاس‌های درسم برای دانشجوام استفاده میکنم. خب این تد تاک ته نداره، یعنی شما اگر مهندس هستید، پزشک هستید، با هر بک‌گراندی که هستید، یک موضوعی تو این تد تاک ها برای شما بالاخره پیدا میشه که میتونه براتون جذاب باشه. اپیزود اول ما در مورد خانم ایمی پوردی هست. خانم ایمی عنوان ویدیوش هست فراتر از محدودیت ها. وقتی که میاد روی استیج، شما یک خانم خیلی جذاب و پر انرژی رو میبینید که داره صحبت میکنه و اولین جمله‌ای که میگه اینه: اگر قرار بود که از زندگی شما یک کتاب نوشته بشه، فکر میکنید که اون کتاب چه محتوایی داشت؟ داستان امروز در واقع داستان مبارزه اراده، خلاقیت و حتی ایمانه. داستان دختری رو به ما نشون میده که نشون داد محدودیت فقط یه واژه است، نه یه مانع واقعی. پس با من همراه باشید تا یه نگاهی بندازیم به سخنرانی پر انرژی و تاثیرگذار ایمی پوردی با عنوان زندگی فراتر از محدودیت ها. من لینک ویدیوی اصلی در واقع سخنرانی خانم ایمی رو براتون تو کپشن میذارم که میتونید مستقیما برید و این ویدیو رو ببینید. ایمی یه دختر معمولی بود با رویاهای بزرگ. عاشق سفر بود، عاشق اسنوبورد بود و یک زندگی پر انرژی رو دنبال میکرد. متولد لاس وگاس بود، اما خیلی دوست داشت که بره یک جای سردسیر زندگی بکنه، چون اونجا طبیعتاً میتونست راحت‌تر اسنوبورد بکنه. اما تو 19 سالگی ناگهان همه چیز تو زندگیش تغییر میکنه. اون به شکل کاملا غیر منتظره‌ای بیمار میشه و به گفته خودش یه غروب جمعه وقتی میره خونه فکر میکنه که شاید علائم آنفولانزاست. اما کمتر از 24 ساعت بعد شانس زنده موندنش به هولوش 3 یا 4% رسیده بود. بیماری اون مننژیت باکتریایی بود، بیماری که تنها در چند روز زندگیشو زیر و رو کرد. در اثر این بیماری هر دو پای ایمی از پایین زانو قطع شد، کلیهاش از کار افتادن، تحال خودش رو از دست داد، شنوایی گوش چپش رو از دست داد و مشخصاً از نظر روحی هم بسیار افسرده و شکسته شد و اون زندگی عادی که میشناخت عملاً به پایان رسید. حالا تصور کنید 19 ساله باشی روی تخت بیمارستان، بدون پا، بدون سلامتی، بدون آینده‌ای که برای خودت ساخته بودی. خیلی ممکنه تو اون لحظه تسلیم بشن، اما ایمی تسلیم نشد. در ادامه سخنرانیش ایمی از یک نقطه عطف خیلی مهم حرف میزنه. اون لحظه‌ای که اولین بار پاهای مصنوعی خودش رو دید،
به خودش گفت اگه زندگیم به پایان رسیده، حالا از این به بعد چه کار میتونم بکنم؟ میگه هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی واقعا شکسته شده بود و حتی در حین سخنرانی احساساتی میشه و گریه میکنه. اما در همون لحظه یه تصمیم میگیره و اون تصمیمش خلق یک زندگی جدید بود، زندگی که شاید حتی از قبلی هم بهتر باشه. ایمی شروع کرد به بازسازی خودش از نظر ذهنی، جسمی و حتی روحی، اما نه به شکل سنتی. اون پاهای مصنوعی طراحی کرد که حتی میتونست برای اسنوبورد از اونها استفاده بکنه و کلی اتفاق جالب هم میافتاد. میگفت دیگه قرار نبود که من مثل قبل همیشه یه قد ثابت داشته باشم. میتونستم قد بلند بشم، قد کوتاه بشم، یا حتی سایز پام رو طوری طراحی بکنم که بهترین کفش هایی که تو حراج هست رو خریداری بکنم. این سنس آف هیومر یا حس شوخی که در مورد اون در واقع ناتوانیش داشت خیلی خیلی جذاب بود. در ادامه از اولین تجربه اسنوبوردش میگه که کاملا ناموفق بود و میخوره زمین، طوری که پاهای مصنوعیش در واقع هنوز روی اسنوبورد بود و خودش روی زمین بود و خیلی از آدمایی که اون دور و بر بودن ترسیده بودن، نمیدونستن که موضوع چیه. اما به هر حال پاهای مصنوعی طراحی کرد که تونست در واقع اسنوبورد رو خیلی جدی دنبال بکنه و نه تنها به ورزش مورد علاقش برگشت بچه‌ها، بلکه تونست قهرمان پارالمپیک بشه. یعنی به جایی رسید که شاید ایمی بدون این نبایس در واقع نمیتونست برسه. اما این پایان ماجرا نبود. ایمی دوباره به صحنه برمیگرده، تو برنامه رقص با ستارگان شرکت میکنه و میلیون ها نفر رو با داستانش تحت تاثیر قرار میده و الهام بخش زندگی هزاران نفر در سراسر دنیا میشه. ایمی حتی کتاب هم نوشته در مورد زندگی خودش و اون رو منتشر کرده. یه جمله‌ای داره تو این سخنرانیش که میگه محدودیت‌ها میتونن بهانه‌ای باشن برای تسلیم شدن یا انگیزه‌ای برای خلاق شدن. انتخابش با ماست. ایمی ثابت کرد که ما میتونیم از دل تاریکی نوری تازه پیدا کنیم. به نظر خیلی کلاسیک میاد، اما واقعاً امکان پذیره. و مهمترین پیامش این بود که وقتی زندگی دیگه مثل قبل نیست، چرا تلاش نکنی چیزی بهتر از قبل بسازی؟ خب دوستان، این داستان ایمی پوردی بود، داستانی که به ما یادآوری میکنه همیشه یه راهی هست، حتی وقتی که هیچ راهی دیده نمیشه. فقط کافیه باور داشته باشیم و شروع کنیم. من همونطور که گفتم لینک ویدئوی در واقع تد تاک ایمی رو توی کپشن براتون میذارم. اگر دوست داشتید میتونید برید از اونجا و ویدئو رو کامل ببینید. هلوش 14 دقیقه ویدئوه. اگر سخنرانی های تد رو و این اپیزود از پادکستمون رو دوست داشتید، لطفاً حتما کامنت بدید. پیشنهادی دارید در مورد تد تاک خاصی، تو کامنت ها بنویسید. ویدئو رو لایک بکنید، شیر بکنید با دوستانتون و ما رو حمایت بکنید. مرسی، موفق باشید.